این داستانی که میخوام بگم سرمایه یک مالک رو نابود کرده. خوب دقت کن چون ممکنه در آینده شما هم به عنوان مالک تجربه کنید. ابراهیم علی‌نیا. حالا داستان از چه قراره؟ یک سازنده میاد پیش یک مالک که ملکشو برداره برای مشارکت در ساخت و اون مالک هم از کار این سازنده خوشش میاد و میره نمونه کارهای مختلف سازنده رو در نقاط مختلف شهر بازدید میکنه و با این سازنده قرارداد مشارکت در ساخت امضا میکنه. بعد چند ماهی مشخص میشه که اون سازنده این پروژه ها نبوده، بلکه تمام نمونه‌کارهای دوستشو به این مالک معرفی کرده و به همین راحتی ملک خودشو در اختیار یک سازنده اشتباه